کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 6 مای سال 2024 باز دو نوبالغ غرق شدند. به این ترتیب شماره هلاک شدگان بر اثر آفت‌های طبیعی که روزهای 5 و 6 مای بالای ساکنان تاجیکستان فرو ریختند به 6 نفر رسید. همه این 6 قربانی آفت‌های طبیعی در آب‌های سیل و در دریاها غرق شدند. بنا به اطلاع کمیته ولایت‌های فوق‌العاده 6 مای سال 2024 تقریبا ساعت 17:10 یک ساکن 9 ساله دهه حقیقت جماعت دهات گلستان در کنار شهر وحدت هنگام چارواچرانی به دریای ایلوق سرازیر شد و غرق گردید. جستجوی جسد او ادامه دارد. حادثه دوم در جنوب کشور رخ داد. یک دختر 16 ساله از دهه قزلیلتوس جماعت دهات مدنیت نویه جلالالدین رومی در رود شور غرق گردید. در عین زمان نجات دهندگان ریاست ولایت‌های فوق‌العاده ولایت ختلان جسد او را می‌جویند. همین طور روز 5 مای سال 2024 یک ساکن 47 ساله دهه پتوف تئات شغنو نویه خوولینگ به دریای یوخسو افتاده غرق شد. جسد این مرد از جانب ساکنان پیدا و به خویشاوندانش سپرده شد. حادثه دیگر ناخوش در حدود سیافرک جماعت دیوت شغنو نویه خوولینگ رخ داد. یک ساکن 37 ساله دهه هنگام چارواچرانی از کوه سرازیر شده با جراحت‌های زیاد در بیمارستان بستری کرده شده است. صبح 5 مای تقریبا ساعت 4:50 در دهه گلباغ جماعت چارباغ نویه ورزاب سیل شدید آمد. چندین اوله و روی دهه را زیر کرد. متاسفانه دو زن ساکن دهه که یکی 40 و دومی 67 سال داشتند قربان این آفت طبیعی گردیده جان خود را از دست دادند. همین طور نیمه دوم روز 5 مای سال 2024 تقریبا ساعت 17:30 هنگام چرانیدن چاروا در چراگاه دهه یک دختر 20 ساله ساکن دهه بادامزار جماعت دهات گل سرخ شهر استرفشان ولایت سوخت در سیل هلاک شد. جسد او را کارمندان شعبه ولایت‌های فوق‌العاده استرفشان پیدا کرده به مقامات دخلدار سپردند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده با اظهار همدردی به نزدیکان هلاک شدگان بار دیگر قاطعانه از ساکنان و مهمانان جمهوری دعوت می‌کند که دست کم تا 11 مای سال 2024 اثر گناهکارهای صحرایی، چراندن چاروا، ماهیداری، شکار، جمع‌آوری ایزم و گیاها و کارهای دیگر در مناطق خطرناک کوهدامن کوهستان خودداری کنند. از والدان دعوت کرده می شود که بخصوص بچه‌های نابالغ را به نظارت نگذارند و آنها را در آب و هوای نامساعد برای انجام کارهای خطرناک جلب نکنند.